کسی که از مبلغش مسجد میسازد. الله در سوره توبه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خدا میگه میدونین که مسجد کی بنیاد میکنه، کی تعمیر میکنه؟ الله خودش گواهی میده. خودش میگه من گواهی میتیم که او ایمان داره و ایمان که داره و تعمیر میکنه مسجد، آباد میکنه مسجد، زیبا میکنه مسجد. پیامبرم گفت کسی مسجد میسازد، خانه قبر دم که باشد، مردم همینجا که نمازش خوانده است ثواب همی بر روح همو رفته است. برادر است دیگر او بیتا لابن سبیل بناهو. دیگرش کی بود؟ نفری که در ماه نیستیم. من در خارج بودم، وقتی خارج بودیم، این سال ما در خارج بودیم، کسایی که مهمان خانه را به خاطر ثواب میسازند. مهمان خانه به پول میره 5-6 قبطای خانه دو تامگوی 3 تامگوی میبرن جاد میکنن، در همونجا خراب میخری، خواب شاوتا میگذارونی، 2 شاو میسی، 3 شاو میسی، همش از حساب همون مردکی که مهمان خانه ساخته. یگان تنگه صرف نمیکنی. پیامبر هر کسی مهمان خانه میسازد که در او مردم مقصد نمی غریبه، بیچاره، درمانده، ره گم زده میروند در همونجا شبشون شوگه میکنن، با مثال رهشون دوام میتن، اینها هم در خانه قبر ثواب همون رسیدن میگیرن. و نهایتا اخیرا با چی گفت؟ بعد گفتن که او نهرن اجراهو. اینش چی بود؟ هر کسی که زمین میکاود و آب میبراره. نهرن اجراهو میگیم که در قشلاق شما در آب نیاز داره. مردک پول داره، میاد در 20-30 هزار دلار مثلا یا 50 هزار دلار یک آب میبره، تمام محله را تامین میکنه. خانه قبر دم که باشد، همون یک قطره آبی را که اون مردک میخره، آبازی میکنه، طهارت میکنه، ماشین میشوه، درخت ها میته، ثوابش بر روحی او رفته ایسته. خش به حال همین کسی را خدا پول بته و با توفیقش بته، ای دیگه ای ده خدا داد نیست دادم. نه که پول بته تو بعد دیگه همین ایست دیگه نه دوبای مانه و نه دیگه قورستان مانه و بزنی پول هر جا در حرامی و حرجی ده و یکی بعد یکون درد قطی بگیره برد، ای حسرتی میبریده، سخت حسرتی میبرید. نه که پول باشه و انا جای صرف، انا جای خرج کردن، یا را بکن. در دنیا هم آخی هر یک آدم میگه خدا برکت شده، ای خدا همه بنده تا حفظ که، همه یک برکت شده. همه گپ در این برکت است. پول هم هست، آب رو هم هست، فرزندای خوب هم هست، همه چیز در این برکت میدراید. شیخ سعدی میگو پریشان کن امروز ای گنجی نجوست. ای مردکی که امروز مالداری پولداری، پریشان کن امروز ای گنجی نجوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. که پگگ منک تا که بستن کلیدا را دستت میگیرن، شانسکا را همه را دستت میگیرن. بعد چی گفت؟ بینه بر کفی دست هرچی هست، که فردا بدندان گزی پشتی دست. بکو بچم هر کاری که میکنی بکو، که این پگش از اینجا قاری خون که نمیدانم که میخیزی یا نمیخیزی. ولی معلوم نیست که ما همین پگه زنده ایم یا مرده. قرآن میگه ولا تدری نفسم ماذا تکسب غدا. نمیدانی پگه مرده یا زنده. برای همین هر کسی که آب میبراره میگه اینم در خانه قبرش راحته. اخیراً او صداقتا اخرجها من مالی
فی حیاته و صحته یلحقه من بعد موته. پیامبر ما گفت کسی که باز همون مالدارهایی که از مالشون صدقه میکنن، از مالهاشون صدقه میکنن زمانی که بین همه امکانیت در دست شد. ولی ما داریم یک نفر میگه آمد پیامبر پرسید ایو صدقت اعظم اجرها، حضرت ای همه صدقه بزرگترین کدام ای؟ بگو انت صدقه انت صحیح شحیح. گفت افضل ترین صدقه، گفت بالاترین صدقه هم صدقه است که همه گپ در دهنت باشه، در بلکای پات قایم باشی. یعنی مقصد همون خراجات و صرف همه به دست خودت شد. تخشى الفقر و تأمل الغنا. بعد گفت وقتی که مبلغ میبراری $1000 وقتی میبراری میتی تخشى الفقر، میگه یک ترسی همون پولم در تو پیدا میشود. و تأمل الغنا، باید ترسم پیدا میشود که یه ایسری مقصد و پولا ای خرچ کم شید. همین صدقه میگه بهترین شمی ای که وقتی بترسی که کمبود میکنم یک همی یکون کارکم در کار میاد یا ایسری دولتم کم شید است. همین چیزا میگه اگر چی دقت داده است لیکن تو براورده داده است. بعد گو ولا تمهل، حضرت ابی ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولی فلان کذا الا وقد کان لفلان. گو بچم مهلت نگی که جان در حلقت آمده بعد بگو اینجا بیا بچه جان، اینجا بیا اپا جان، بیا همسایا، اینا بر فلانی رفته، اینا بر فلان. گو بیتم دیگه این مالی فلانی می شود. او زمانی در کار بود که تو بالای دستت بود، همه کار در دهنت بود، همون چیم باید تو میکردی دیگه. اگه تو مردن تا مقصد رشه ببین ایست خودش تقسیم شمی آورد. اینها هست برادر عزیز معنای حدیثی که من از ابتدا برای شما خواندم. خدا کنه که ما را توفیق دهد که ما همین حیاتی که داریم، حاضر وقتایی که داریم همه را غنیمت بشماریم. چیزی ای دستمان میاد. جناب فردوسی در شاهنامه میگفت جهان یادگار است و ما رفتنی، زی مردم نماند بجز گفتنی، بنام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید تن مرگ راست. فردوسی میگه همین قیبم برم که ای پشتم بنکی یادم کنن، بس همین بنکی یادم کنن نامم گم نشوه، دویم بنکی یادم کنن. انا برای او این حدیث پیامبر برای نامت گم نشوه بهترین نقش میگذارم.